تکه‌هایی از یک کل منسجم، نوشته پونه مقیمی. فصل دوم، ما و رابطه ها. برای وارد شدن به تعریف رابطه باید قبل از آن به بررسی مفهوم درون بپردازیم. درون چیست؟ در بسیاری از کتاب‌ها و نوشته‌های روانشناسی در مورد درون صحبت شده و این موضوع باعث گیجی مخاطب‌ها شده است. در واقع اصطلاحات زیادی در متن‌ها استفاده می‌شود، مانند کودک درون، گفتگوی درونی، درون خود را بشناسید، جهان درون و نیروی درون. اما توضیح درون بسیار ساده تر از این مفاهیم است. درون یعنی تمام علائم فیزیکی که در درون ما وجود دارد. در واقع درون یعنی بدن. اکنون به بدنمان توجه کنیم و آن را حس کنیم. ضربان قلب، گرفتگی، سفتی، کشیدگی، تنیدگی، منقبض بودن، سنگینی در سر و اندامهای بدن. به کوچکترین علائم درون بدن ما نگاه کنیم و آنها را حس کنیم. درون یعنی همین، یعنی جهان زیر پوست ما و علائم فیزیکی بدنمان. دقت کنید که افکار و ذهن جزء علائم فیزیکی نیستند. در واقع توجه به علائم فیزیکی و حس کردن باعث توقف کوتاه ذهن و افکار می شود. حس کردن و مشاهده‌گری جدا از افکاری است که وجود دارند. پس درون چیزی جز علائم بدنی و احساسهای درون بدنی نیست. و حالا نکته مهم این است که رابطه‌ای وجود دارد بین ما و درونمان. در واقع واکنش ما به علائم درونی بدن نوع رابطه ما را با درون و بدنمان آشکار می کند. تصور کنید که هر وقت می خواهید به درون بدنتان توجه کنید، ناگهان بی تفاوت می شوید و از ادامه توجه به بدنتان منصرف می شوید. یا مثلا افکاری سرزنشی وارد ذهنتان می شود. تو هم وقت گیر آوردی؟ این مسخره بازی ها چیه؟ یا مثلا به صورت وسواسی شروع به آنالیز کردن می کنید که الان این درد و این کشیدگی ممکنه مربوط به چه بیماری باشه. یا مثلا تا به علائم توجه می کنید کرخت میشید و یا نسبت به درونتون عصبانی میشید و یا مثلا شروع به کنترل علائم و یا پرسش می کنید که چرا اینطوری حس می کنم؟ آنچه در طول مدت توجه کردن به درون به ذهن ما می آید یعنی افکار و آنچه با رفتارمان انجام می دهیم، مثلا بلند می شویم و راه می رویم، این نوع رابطه ما با دنیای بیرونی بدنمان است. ماهیت دنیای درونی ما. دنیای درونی ما از دو بخش تشکیل شده است: اضطراب و احساس. در واقع زبان جهان درونی ما، یا بهتر بگویم بخشی از ما که در درونمان وجود دارد، اضطراب و احساس است. جهان درونی ما با کمک این دو عنصر با ما صحبت می کند و زمانی رابطه ما با درونمان سالم تر می شود که آرام آرام تمرین کنیم و زبانش را یاد بگیریم و نترسیم از زبانی که تمام حروف الفبایش در علائم فیزیکی درونی و زیر پوست ماست. شروع یادگیری زبانی عجیب اما بسیار دوست داشتنی.
نخستین قدم اضطراب. اضطراب چیست و چرا در دنیای درونی ما وجود دارد؟ اضطراب حالتی ناخوشایند است که وقتی بدنمان در آن قرار می‌گیرد بیقرار می‌شود. حالتی که اضطراری خاص را به وجود می‌آورد و دلشوره‌ای مبهم به آدم می‌دهد. اضطراب با علائم فیزیکی خود را نشان می‌دهد و در 3 سطح از لحاظ شدت دسته‌بندی می‌شود. سطح اول، چنگ شدن دستها، سفتی عضلات بین دنده قفسه سینه، آه کشیدن، سفتی بازوها، شانه‌ها، گردن، ساق‌ها و پاها، جفت شدن فک‌ها، روی هم و فشردن دندانها، سردردهای تنشی. سطح دوم، زور گرفتن مثانه و تکرار ادرار، اسپاسم گوارشی، سندرم روده تحریک پذیر، تهوع و استفراغ، نشانه های عروقی، میگرن، پرفشاری خون، نشانه های برونشی، آسم، ساقهای ژله‌ای، راه رفتن نامتعادل به علت فقدان تنش عضلانی. و سطح سوم، از موضوع خارج شدن، تجزیه، گیجی، فراموش کردن مسیر فکر، ضعف حافظه، تاری دید تونلی، کوری، بی‌حسی، یعنی از دست دادن ناگهانی حس در برخی از نواحی بدن، غش کردن، خشک شدن، حالت فرار تجزیه‌ای، گنگی، توهم، زنگ زدن گوشها، فرافکنی، همزاد پنداری فرافکنانه. اینها علائم اضطراب هستند و بدنمان با این علائم با ما حرف میزند. شبیه آدمی در درونمان که اول آرام به در میکوبد و میگوید من را ببین، حالم بد است، و ما به او توجه نمی کنیم. و او باز محکمتر در میزند تا ما را متوجه حضور و دردش کند. پس اضطراب خبر از حضور یک آدم درونی می‌دهد که گویی قرار است با ما صحبت کند. پس منظور از آدم درونی دنیای درون ماست که مدام در حال ارتباط برقرار کردن با ماست. به بدنتان در طول روز توجه کنید و به پیام‌هایی که می‌فرستد آگاه باشید. این همان زبانی است که قرار است نسبت به یادگیریش تلاش کنید و مهارت کسب کنید. اکنون به احتمال زیاد متوجه این موضوع شده اید که چقدر گاهی اوقات می‌خواستید این علائم را سرکوب کنید و چه آموزش‌های ناخواسته به ما داده شده است که با این علائم مبارزه کنید. مثلا مادری که می‌بیند فرزند نوجوانش تپش قلب دارد و مدام قبل از امتحانی که دارد به دستشویی می‌رود. به جای اینکه همراه او شود و این علائم را بخشی از اضطرابی قابل قبول برای وجود امتحان بداند، بیشتر به فرزند خود یاد می‌دهد که چگونه از اضطراب فرار کند. مثلا به او می‌گوید ببین، هیچ کس اینطوری نیست، سعی کن بهش فکر نکنی. بیشتر بخون که انقدر روز امتحان اذیت نشی. در صورتی که اضطراب امتحان اضطرابی طبیعی است و اگر فرزند به بدنش و علائم آشنا باشد میتواند راحت‌تر و طبیعی‌تر با اضطرابش برخورد کند. پس اضطراب واکنشی بسیار طبیعی در بدن انسان است. وقتی ما آموزش می‌بینیم که با بدنمان دوست باشیم و زبانش را می‌فهمیم، می‌توانیم خودمان را و درونمان را درک کنیم. این درک باعث می‌شود آرام‌تر باشیم. در نهایت دیدن اضطراب و درک کردن شرایط دلهره آوری که در آن قرار گرفته ایم، علائم اضطراب را کم می‌کند. این اتفاقی است که در رابطه درونی سالم با درونمان
رخ می دهد. اینکه ما علائم را حس می کنیم و شدت آنها کم می شود. شبیه همان مثالی که قبلتر گفتیم که انگار آدمی در درون شماست که گاهی فقط وقتی متوجه حضور او می شوید او آرام می شود و آشوب درونیش کم می شود. با اینکه شاید گاهی دلیل مشخصی هم نتوانیم پیدا کنیم، اما با متوجه شدن آشفتگی درونی و دیدن آشفتگی و حس کردن آن، آشفتگی کم می شود. ادامه اپیزود در جلسه بعد.